الو السلام علیکم برادر. علیکم السلام. آه، من اولا که از پدر و مادر شما منت دارم و انشالله خداوند کریم به همسر و عائلتان و فرزنداتان اجر تیان اجر به نهایت که صبر میکنن شما این کار پیش میبرید. آمین. این برادرایی که متاسفانه اهمیت دادم هر یک برنامه تانده اول همون آدما زنگ میزنن که طرفدار حکومت حاضره ما هن. این هم برنامه بزب میکنن لیکن بعد ما هم اینجا تماشا میکنیم و عصبی میشویم. اول به خودم به شما میخواستم گفتن چه خیلی که در سوره عمران آمده است خداوند میفرماید به پیغمبر که ما دلتیا ملایم کردگیم نرم کردگیم که تو سخت دل نباشی که آدما از گرد تو گریزن. تو با همونا مصلحت کرده تصمیم خود گیر و توکل به خدا کن. همین بهترین چیز است برای ماها که همین شما برای شما ما که حالی هیچی نکردیم برای شما که صبر نرم دل نرمی این آدمایی که شما در زنگ میزنن و طرفداران همین حکومت حاضره این ماننده که چه گویم در این تنها همین شرایط سیاسی حاضره دیدگیان دیگه هیچ ندیدگیان کورن تماما کورن. چه شما کورده میخواین رنگ فهمانین رنگی سبز چه رنگی کبود رنگی سرخ نمیشه و فهمانده و یک چیزی نیست که لمس کنی قپی که فهمی برای همین و یا همین دولتداری دیدگیان خلاص به خاطر همین متاسفانه نمیفهمند میگن اولی جناب انمی خیکد اولی جناب وظیفه شای همی خیکدن ای تو همونه مینیمум آیا کرده است یا نکرده است это не одолжение это его обязанность همینه نمیفهمند اولی جناب توبه کردم آدم مود سحرای از کانادا زنگ زده ایستادم این شماره شوهرم اگر یگان خدمت باشد میتونه به شوهر ما تماس گیرید. من با جان و دل من باید همین آخران گپم گم که همین مسئله که همه آدما زنگ میزنن همون پسیخیکایی که زنی که فقط لطوکوب شدگه پدرش در وقتش لطوکوب کردگه شوهر کردگه همون شوهرش هم نسبت خودش همین خیر رفتار کردگه همون زنهای گرفته اکسپریمنت کردن با 5 تا 6 تا مرد شناس کردن و زن خودش ندانسته با همون مردی که هم خیلی مردی عصبی با همون مرد را انتخاب میکند این چون که پدسازنته نه و همین چیزا نرم میداند همین چی خیلی که هست همین خیلی باید باشد و دیگه هیچ ندیدگیه. برای من حتی وقتی که مردم تاجیکستان ده میگویی که دیگر نمود هست پرابلمیا همون دولتداری او آدمو میشد هم دیگر خیلی کردن نده همون جنابالی راستم وقتی که شما بینید شمایم یا حتی منم اوله منم گرفته در سر حکومت مونم حکومتی که безграничная власть قدرت مطلق کتی یگان اپوزیسیون پارتیا نیست که منو کریتیکا کند منو نگاه کند من پیش یگان کس اچوب نمیتونم سوال جواب نمیکنم من همه قدرت مطلق دارم حتی شما هم باشید حتی من هم باشیم انسانیم نفس داریم شیطان وسوسه میکنه ما میتونیم خطاگی کنیم. این طرز سیاستی که تشکیل دادگیان این درست نیست خودش دزده خودش وکیله خودش قاضیه неправильне نمیتونه خیلی محیط ده قاضی عدالتانه یگان حکم تیه ممکن نیست نمیشه چیه شما توقع میکنه چیه جدت میکنه در این حالت. بله به خاطر همین این من یازی با نویراش برامدن رحمت همون نویراشان که خانه دادستن لیکن یک چیز باید فهمن که رئیس جمهور همین как опухоль بگیم раковая опухоль حاضر اگر همون раковая опухоль او دلیت کنید او کسلی آدمی کسلی نقض میشه لیکن متاسفانه در این مدتی 28 سال 30 سالی که حکمداری کرد распространиться کرد در هر یک استруктуره تاجیکستان. من نمیدونم چه خیل اکون این مگرم چه خیل اینا میتونید شما برآوردن برای همین من کاری که کرده ایستادن هزاران رحمت بعد همین که کاری که کرده ایستادن نتیجه شاید امروز و پگاه نشود همون صبر کردن در کار
و خدا خواهد نتیجه مثبت و حاصلی که همین حاضی که شما حرکت کردستین میگیره. رحمت برای وقتتان. تشکر زیاد. من خیلی سپاس میگم از هموطنانی که از کانادا برای ما تماس میگیرن. واقعا دستون در نکنه مادری عزیز، ما را پیگیری میکنین، روحیه میتین. این است نشانه پیروزی ما، این است موفقیت ما، این است که ما باز هم میلمون، خواهشمون، مبارزمون زیادتر میشه و که الکی نه اینکه مردم مهاجری مظلومی غریبی که در روسیه ما را گوش میکنن، از کانادا، از امریکا، از اروپا، از دیگر کشورها، از ژاپن، از دیگر کشورها الکی مردم یک امید برای ما داره. تصور کو کانادا بهترین زندگی است، بهترین زندگی، اما باز هم یک مادر، یک خواهر، یک پدر، یک برادر باز هم به خاطر او وطن تماس میگیره، باز هم به خاطر او خاک تماس میگیره. یعنی که برای ما خواب روحیه میته، شاید یک مشکلاتی را میگه، یک تحلیل درست میکنه. من سپاس میگم، من تشکری میگم. فقط بجز از همین سپاس تشکری دیگر با گفتی هموطنا که حرف دیگه ندارم. یک مقاله بسیار عجیب بگذارینش. تاجیکستان در بین کشورهای SNG یا که پاساژ قشاق‌ترین کشور. انا اینجا نمیشه گفتی تاجیکستان با پیش. گرچنده که میخندم اما درد است. گرچنده که خب شاید روحیه خوب است اما وجودم میسوزه. تاجیکستانی که دعوای سینا داریم، دعوای رودکی و خیام داریم، دعوای لایق و حافظ داریم، دعوای بهترین داریم، در یگام کشوری پساشوروی چون یک نفر پیشوا نیست. در یگام کشوری پساشوروی چون یک نفر مقدس، عظیم، بهترین، اینقدر تفسیرش میگن، چون این نیست. در تاجیکستان است. اما نظر به این آمار بکنین. تاجیکستان پسترین درآمد در یک سال $833. بیام با تبلیغاتی که آماده کردن میریم نگاه کنیم. ارمنیا کمتر خیره نویسه شده است، اما خب کشورهایی که به ما نزدیکتر است، قزاقستان $8,781 در بوش نسل اهالی چیزش در یک سال درآمد اهالی. تاجیکستان 833. اوکراینا که کشور جنگ زده، شما اوکراینا میخواین؟ اوکراینا 3424. ازبکستانی که پشت چشم مونده است 1762، یک برابر زیاد قریب. ویتنام خاک دیگه اولا ما میگذاریم. خب میریم باز هم با نزدیکتر همسایه کشورها. با کی است؟ خب لاتویا، لیتوا، استونیا که دیگه اونها اگوشید کیهان است دیگر. یعنی یک بار نظر کنید که از همه بیلاروسیا کشور دیکتاتوری اما 6000 زیادتر. ارمنیا 4300، مولداوا 4000، خب آذربایجان 4000، اوکراین 3000 آبشه. از همه پسترین در کشوری که سابق کشور شوروی یا که SNG تاجیکستان. ایزا نمیکشین میبروید با از همین مقدسات و از همین پیشوا و پسوای دفاع میکنین، شرم نمیدارین. تاجیکستان هم میگن امارات ساخت، دبی ساخت، یک کشوری گل شکوفان کرد. آخه همه گل مرا همیشنونم بچه بتین همه غراره بتین میکرم گل میبرو. این هنر نیست، این وظیفه نیست، این مسئولیت نیست. گل دهقان میکنه، گل همه گل کار میکنه، گل پرور میکنه. شما گل پرور نیستین تاجیکستان گل شکوفان کنین. شما سیاستمدار رهبر کشورین، فضای سیاست درست کنین. بچه من حیران بشم شما یک باره ببینید.